طلوع عطر ماه رمضان شکر کن شکر خدای مهربان. ماه تسکین دل است ماه سیاه، گر ز دل باشد تراویح و قیام. ماه مهمانیست مهمان خدا، شده ای دعوت به مهمانی بیا. بنشین بر سفره خوان خدا، نوش جان کن از مناجات و دعا. با طلوع عطر ماه رمضان شکر کن شکر خدای مهربان. ماه تسکین دل است ماه سیاه، گر ز دل باشد تراویح و قیام. روزه درمان است بر هر جسم و جان، می شود با روز جسمت پرتوان. هم شود با روز صبر تو زیان، چون بیاری مستمندان را بیا. با طلوع عطر ماه رمضان شکر کن شکر خدای مهربان. ماه تسکین دل است ماه سیاه، گر ز دل باشد تراویح و قیام. روزه داری حکم شرع و سنت است، جزو رکن دین برای امت است. 11 ماه غرق بودی در گناه، فرصت است 1 ماه که برگردی به راه. روزه داری حکم شرع و سنت است، جزو رکن دین برای امت است. 11 ماه غرق بودی در گناه، فرصت است 1 ماه که برگردی به راه. با طلوع عطر ماه رمضان شکر کن شکر خدای مهربان. ماه تسکین دل است ماه سیاه، گر ز دل باشد تراویح و قیام. بدانید بیناترین چشم آن است که در راه خیر باز شود. بدانید شنواترین گوش آن است که برای بیداری دل سخن فرا گیرد. بدانید قناعت و تسلط یعنی غالبیت بر شهوت بزرگترین پاکدامنی و تقواست. بدانید دنیا منزل است که جز با زهد و پارسایی نمیتوان از آفاتش سالم ماند و هرچی طعمه آن شود از آن نجات نیابد. بدانید وجود شما بهای جز بهشت ندارد، مبادا بغیر از آن خود را بفروشید. بدانید تهیدستی بلاست و بدتر از تهیدستی رنجوری جسم است و بدتر از مرضی بیماری قلب است. بدانید خردمند آن است که با فکر صایب و پیشبینی کامل با کارها روبرو شود. بدانید جهاد بهای بهشت است. هر کس برای خویشتن جهاد کند مالک نفس خود شود. بالاترین ثواب خدا از کسی است که خود را بشناسد.
بدانید احکام دین در صحت و متانت یک است. راههای دین معتدل است. هر کس بر راه دین رود غنیمت برد و هر کی توقف کند گمراه و پشیمان شود. بدانید کسی که نمیداند نباید از آموختن شرم کند که قیمت هر کس به قدر معلومات اوست. بیدار باشید اینک که زبانها آزاد و بدنها سالم و عضوها در اختیار و جایگاه وسیع و مجال بسیار است و مرگ نرسیده عمل کنید. قرض ذلت است. تدبیر نصف معاش است. دوستی با مردم نصف عقل است. نیکو سوال کردن نصف علم است. شراب سر جمع گناهان است. قناعت سرمایه تمام نشدنی است. حیا سر تا پا خیر است. آفت علم فراموشی است. آفت سخن دروغ است. آفت سخاوت منت است. خوشبخت آن است که از سرگذشت دیگران پند گیرد. طلب مال حلال جهاد است. دریغ داشتن علم جایز نیست. هر کار نیک صدقه است. کارهای نیک از مرگهای بد جلوگیر است. عالمان در میان خلق امین خدایند. بهشت زیر قدم مادران است. زنی که خرجش از همه زنان کمتر باشد برکتش از همه بیشتر است. مومن کم خرج است. مومن در یک روده خوراک می خورد و کافر در 7 روده. مومن کسی است که مال و جان مردم از او در امان باشد. حکمت گم شده مومن است. علم دوست مومن است و حلم مددگار و عقل رهنما و عمل پیشرو و مدارا پدر و نیکی برادر و صبر امیر لشکرش. حیا از ایمان است. مال مسلمان چون جان او محترم است. مجاهد آن است که در راه خدا با خود نبرد کند. هر آینده نزدیک است. هر چیز اندازه دارد، حتی ناتوانی. هر چیز اساس دارد و اساس این دین فهم و تدبیر است. هر چیز زکات دارد و زکات تن روزه است. دست خدا همراه جمعیت است. سکوت حکمت است، اما کمتر کسی آن را
به کار می‌بندد. عطر مرد بویش، ظاهر و رنگش مخفی است. عطر زن رنگش عیان و بویش نهان است. خاک بهار کودکان است. راستی آرامش است و دروغ اضطراب. عالم و طالب علم در خیر شریکند. از خوشبختی های انسان این است که شبیه پدر باشد. نکوکاران دنیا نکوکاران آخرتند. دعای مظلوم مستجاب است گرچه کافر باشد. هر که در راه حفظ مالش کشته شود شهید است. هر که علم طلب کند خدا رزقش را کفالت کند. طلب علم برای هر مسلمان و زن مسلمان فرض است. هر که در پی حاجت برادرش باشد خدا در پی حاجت او باشد. هر که عورت را بیند و بپوشاند مثل کسی است که زنده به گوری را جان داده و از قبر به در آورده. هر که نمازش او را از کارهای بد پیشگیری نکند خود را از خدا دور گرفته است. هر که فرزند دختر یابد و به او احسان خوبی کند همان دختر در قیامت سپر آتش وی شود. خدا رحمت کند آن را که زبانش را اصلاح کند. فقر ناداری در آستانه کفر است و حسد چنان است که گوی تقدیر را دیگرگونه کند. شما مردم ساختمان‌هایی کنید که در آنها ننشینید و مال‌های اندوزید که آن را نخورید و به چیزهای امید بندید که به آنها نرسید. عجب دارم از آن که دهان را از خنده چاک می دهد و نمی داند خدا از او راضی است یا نه. ای عجب، کلول عجب از اون که به زندگی جاودان عقیده‌مند است و برای این سرای سر تا پا فریب می کشد. این خیانت بزرگ است که سخن برای برادرت بگویی او تو را تصدیق کند و تو دروغگو باشی. کشتی را تجدید نو کنید که دریا ژرف چقور است. نیرو را تجدید کنید که راه دور است. خشکی چشم اثر سختی قلب است. این گناه برای مرد بس که آبروی برادرش را ببرد و این شر یعنی بدی برای او بس که برادرش را تحقیر کند. هر دلی که آلوده به شهوات باشد حرام است که در ملکوت آسمان ها پرواز کند. از دروغگویی همین بس که هر چی شنیدی نقل کنی. از نادانی همین بس که هر چی میدانی اظهار کنی.
احترام عالمی که به علمش عمل کند چون احترام شهدا و صدیقین است. بهترین شما کسی است که شما را به کار خیر دعوت کند. علم را با نوشتن مهار کنید، یعنی ببندید. بر اهل خانه‌ات سلام کن تا برکت خانه زیاد گردد. حق را بگو اگرچه تلخ است. حق را بگو اگرچه تلخ باشد. برای یکدیگر هدیه فرستید تا محبت ها زیاد شود. هدیه فرستید تا کینه ها برطرف شود. در ساختمان مصالح حرام به کار نبرید که مایه ویرانی است. از بخیلی بپرهیزید که امتهای گذشته را هلاک کرده. مردم را به حال خود واگذارید. خدا بعضی را به وسیله بعضی دیگر روزی می دهد. هر کی شکر مردم نکند شکر خدا نکرده. عمر را جز احسان چیزی دراز نکند. فقر سخت‌تر از نادانی نیست. مال سودمندتر از عقل نیست. هیچ تنهایی از خودپسندی وحشت زاتر نیست. هیچ ایمان چون حیا و صبر نیست. پس از بلوغ یعنی بلاغت یتیمی نیست. هر کی امانت دار نیست ایمان ندارد. هر کی عهد و پیمان ندارد دین ندارد. بیش از 3 روز قهر جایز نیست. مؤمن غافلگیر نمی کند. مؤمن نباید خود را خوار کند. آدم درویه نزد خدا امین نیست. جز در برابر پدر و مادر و امام عادل تملق روا نیست. احسان جز به مردم پاک گوهر یا بادین صلاح نیست. چنان که ریاضت و تربیت جز در شرافتمندان صلاح نیست. هیچ سخنچین بهشت نرود. هر بنده ای که همسایه‌اش از شر او امین نباشد روی بهشت نبیند. ترساندن مسلمان برای هیچ مسلمان جایز نیست. صدقه برای دارایان و کسانی که قدرت کار دارند حلال نیست. هیچ یک از شما تا زبانش را نگاه ندارد ایمانش کامل نشود. هیچ عالم از علم سیر نشود تا سرانجام به بهشت رسد. ز گهواره تا گور دانش بجوی